سلام رفقا، اومدیم با فیلم جدید. کلی یه پسر نوجوانه که یه قدرتی داره که همه پسرها آرزو دارن اون قدرت رو داشته باشن. فیلم از صحنه‌ای شروع میشه که یه پیرمرد فرتوت و مردنی توی قبرستون که الان باید جای خودش باشه میره و یه قبر رو میکنه. استخونای تو قبر رو در میاره که مثل این که این قبر نفرین شده است. یهو انفجار صورت میگیره و پیرمرد مردنی پرتاب میشه به سمت ماشینش، ولی احساس میکنه یه قدرتی پیدا کرده. میریم پیش پسر نوجوانمون یعنی کلی که تو فروشگاه داره میچرخه و خرید میکنه که 2 داف خوشبار جلوش سبز میشن. از قضا این 2 عزیز دلم تو مدرسه کلی هستن که یه خوشوبشی هم با هم میکنن و از کنار هم رد میشن. بیرون فروشگاه چند تا از پسرای محل که همیشه ماتحت کلی رو انگوش میکنن جلوشو میگیرن و بهش میگن بیا بریم بهت کفتر نشون بدیم. همون لحظه 2 دختر کنگلابی که تو فروشگاه دیده بود میان بیرون و میگن این بنده خدا رو چیکار دارید و ولش کنید. که پسرها با دیدن دخترها جو عجیبی میگیرن و کلی جون رو با کله میندازن تو سطل آشغال ازش فیلم میگن. رفقا پیام بازرگانی داریم، لایک و کامنت یادتون نره، کانال هم ساب کنید. روز بعد کلی میبینه همه یه نگاهشون به گوشیشون و یه نگاهشون به اون. بله فیلمشو پخش کردن. یه سرخپوست آمریکایی رفته بالا سر قبر که اون پیرمرد بازش کرده بوده و خاک میریزه رو سرش که بدبخت شدیم، انرژی اجدادمون بگاه رفت. کلی هم از اون همه استرس که تو مدرسه بهش وارد شده مریض شده و مادرش دکتر آورده براش. اون پیرمرد چروکیدم که قدرت اجداد سرخپوستا رو گرفته تو شهر راه افتاده میگه من مقدسم و مردم رو شفا میده. مادر کلی با دیدن این صحنه میاد پیش پیرمرد و بهش میگه بچه من یه خورده اب داره، کاری میتونی براش بکنی؟ یه خورده رگ مردونگی بیاد تو ذاتش. مامان خوشگل کلی و اون دیوس میان برن به خونشون که اون مرد سرخپوست میاد میگه قدرت اجداد ما بهت حال میده. که پیرمرد میگه آره حالشو دارم میبرم. که سرخپوسته یه چک میخوابونه تو گوشش که صورت خودش درد میگیره. پیرمردم میره به خونه کلی میبینه این لاشی از دست داره میره. سری انرژیشو به کلی انتقال میده، خودش فرتی میفته و سقط میشه. که کلی حالش بهتر میشه و میگه سوراخ برام بیارید من توش کنم. روز بعد که کلی میره مدرسه، قلدر مدرسهشون میاد کلی رو میزنه و ولی میبینه هر ضربه ای که میزنه خودش داره جای میخوره. کلی هم کیف میکنه. شب پدر پسر قلدر میاد به خوشگل خانوم میگه پسر زده مادرت پسر منو پاره کرده. مادر کلی هم میگه نه من پسرم روحیش لطیفه از این کارا نمیکنه و میگه برید آقایون مزاحم نشید. روز بعد تو مدرسه کلی سر کلاس نشسته که با دیدن 2 از دخترای خوشگل کلاس سیخ میکنه و تو فکرش باشون خاله بازی میکنه، اما دخترها در واقعیت دارن لذت میبرن و آنولشون کلاس رو پر کرده. و کلی سری میره دستشویی و همونجا کمرشو سبک میکنه. شب میشه و کلی با 2 چرخه داره میره که قلدرای مدرسه با ماشین میافتن دنبالش و میخواستن با ماشین از روش رد شن، ولی وقتی با 2 چرخه برخورد میکنن انگار با تریلی 18 چرخ برخورد کردن و ماشین چپ میشه و همشون در و داغون میشن. کلی هم با سرعت زیاد میره به سمت خونه که میبینه مامان خوشبارش میگه پسرم دستم به شورتت، برو یه قرص سردرد بگیر برام، سرم یه جوری درد میکنه انگار 20 نفر دارن توم میکنن. کلی هم میره بیرون که قرص بخره، اما قلدرای مدرسه دست از سرش بر نمیدارن و میرن یکی از پایه های خونه رو با ماشین میکشن و بر اثر نشت گاز خونه منفجر میشه. مامان کلی هم که تو خونه بود تبدیل میشه به خاکستر. خدا بیامرز بار خوبی داشت، ایشالله خدا اون دنیا منو باهاش محشور کنه. کلانتر شهر متوجه میشه این اتفاق عمدی بوده ولی مدرکی تو دستش نبوده. اون مرد سرخپوست میاد میگه قدرت خاندان من تو بدن کلی رفته، من قدرتمو مخم. کلانترم بهش میگه کمتر پای پیکنیک بشین، توهم نزنی. بهش میگه اگه اطلاعات درست درمون داری بگو، وگرنه دریوری میخوای بگی بزن به چاک.
کلی میره آمار رو در میاره، متوجه میشه باعث مرگ مادرش همون هم کلاسی های بی همه چیزشن و وقتی اون میره تو رودخونه شنا موقعش میرسه که کلی انتقام مادرش رو ازشون بگیره و یه تیشرت میگیره میندازه دور گردنش رو محکم میکشه تا خفه شه، ولی طبق معمول خودش چیزیش نمیشه و اون بچه تو آب خفه میشه. فرداش کلی با یکی از بچهای قلدر دیگه مدرسه درگیر میشه و اون پسرم من نمیدونم اینو چرا انقدر عقده‌این یه شیشه اسید میزه رو صورت کلی. بابا اینو داعشی و همچین کارایی نمیکنن که خودش صورتش تجزیه میشه و پودر میشه. زیدی کلی که میبینه دوست پسرش چه اتفاقایی داره براش میفته میگه عزیز جان برو به حالت اول برگرد، این چه وضعشه لاشی، والا من میترسم باهات شوخی کنم. و کلی هم میگه چشم جوجو تو جون بخوا. با کلانتر و سرخپوست قرار میذارن و شب میرن به همون قبرستون تا قدرت رو پس بده به همون قبره. سرخپوسته میاد و یه چند تا دعای ندبه و دعای توسل میخونه. کلی یه تشنج ریزی میزنه و قدرت خارج میشه. همین لحظه چند تا از همکارای کلانتر میان شروع میکنن به تیراندازی. حالا من متوجه نمیشم چرا تو باید تیراندازی کنی؟ مگه اینا چی کار داشتن میکردن؟ مگه داعشی گیر آوردی؟ چه طرز فیلم ساختنه؟ کلی و دوست دخترش تیر میخورن و پرتاب میشن به همون قبری که کنده شده بود و دوباره قدرت برمیگرده به کلی، اما دوست دخترش همونجا دار فانی رو میگه و کلی هم از شدت ناراحتی شروع میکنه به عربده کشیدن و داد کشیدن تا اونم سقط میشه. وقتی آمبولانس میاد جنازه ها رو میبره تو راه، زیدی خانوم زنده میشه و قدرت اجداد سرخپوستا اندفعه رسیده به این خانوم. حالا باید ببینیم این با این قدرت چیکار میکنه. احتمالاً الان اگه یه نفر بیاد توش کنه انگار یه چیزی تو خودش رفته. به نظرم چیز جالبی نمیشه، قدرت رو بده به پسره بهتره. رفقا فیلم تموم شد. یه مدت کانالمون مشکل خورده بود، یه خورده حمایت کنید دوباره اوضاع کانالمون خوب بشه. لایک و کامنت یادتون نره، کانالم ساب کنید. عشق منید، عشق بگرید. یه چند ثانیه هم تحمل کنید این تایمر به 8 برسه تموم میشه. عشق منید، خداحافظ.